من صالح بهرالدین خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 ناحیه جلال‌الدین بلخی. اسباب ساخته من چراغک راهنمایی با قوه آفتاب کارکننده می باشد. از سبب که تاجیکستان منطقه کوهی می باشد و در ناحیه‌های دوردست کشورمان چراغک‌های عادی را نصب کردن مشکلی می آورد و خرج زیاد را طلب میکند. من برای همان این اسباب را ساختم که در جایهای دوردست تاجیکستان منطقه ما استفاده برده شود و این به طور عادی کار کرده قوه را از نیروی آفتاب میگیرد. از سبب که تاجیکستان منطقه آفتابی می باشد و ما می توانیم که قوه آفتاب را به فایده خود به نفع خود استفاده بریم و این را در تمام جمهوری استفاده بردن ممکن است. طرز کاری آن چنین می باشد. و این اسباب ساخته من از منبع جریان، بطری آفتابی، ریله و فروزانک‌های رنگی عبارت می باشد. این اسباب دیگر ساخته من این اسباب برای آبیاری کردن گل‌ها می باشد. این اسباب من از تاجیکستان در تاجیکستان گلپروران زیادند و مقدار زیادی گل‌ها را پرورش می‌نمایند و من این اسباب را ساختم کمک‌گر به گلپروران می باشد و آنها مقدار زیادی گل‌ها را در علایدگی آب دادن دشواری طلب می‌کند و این اسباب را ساختم که به آنها کمک‌گر باشد در مدت کوتاه هم تمام گل‌ها را با آب تامین می‌کند و هنگام تامین کردن خود به طور اتوماتیک هنگام تر شدن زیر گل خود را به طور اتوماتیک خاموش می‌گرداند. و طرز کار آن چنین است. و باز هنگامی تر شدن نمناک شدن زیر گل او فروزانک‌های سبز گیران میشوند که فروزان میشوند که نشان میدهد که زیر گل تر شده است و باز هنگامی خشک بودن زیر گل باز خاموش میشود و باز آب آمدن میگیرد و باز هنگامی تر شدن باز خود را به طور اتوماتیک خاموش میگرداند. این اسباب ساخته من از منبع جریان، از محرک و از ترانزیستور و ریله عبارت می باشد. یک چند ترانزیستور و ریله عبارت می باشد و هنگام کار کردن آب به توسط محرک به گل آمده بعد هنگام تر شدن زیر گل به طور اتوماتیک خود را خاموش میگرداند. باز ما می توانیم این اسباب را در گرمخانه ها و جایهای لرزی استفاده برای جایی که آب کم است و طور آب را صرفه‌کارانه استفاده میبرد و کم کم به طور قطرگی استفاده بردن که کلانتر این رو. گفتید که چراغک راهنما از چی عبارت است گفتی؟ از منبع جریان؟ یک منبع 4 ولته عبارت می باشد که این روزانه منبع رو ذخیره میکند و شبانه نیز استفاده بردن میشود که هنگام نبودن نور آفتاب استفاده بردن میشود استفاده میبرند. به بطری نمیشد نی؟ اگر به بطری کنیم شبانه و گیران نمیشود فروزان نمیشود هنگام آفتاب نبودن. این روزانه قوه آفتاب رو ذخیره نیروگوی برقی میشد و حساب میخوره منبع جریان از حساب آفتاب قوه میگیرد. از حساب آفتاب منبع جریان رو با قوه تامین میکند و هنگام با قوه تامین کرد شبانه نیز رو استفاده بردن ممکن است. من مقیم جانی عبدالفتاح زاده از شهر لیوکان در صنف نهم میخوانم و لیسه دولتی رقم شهر 2 با نام صدیق جان کریموی. اینک من با شما عینک ویرتوال همین آماده خودم را با شما پیشنهاد میکنم و در اینجا باشد عینک ویرتوال من از 2 لنز کروی عبارت بوده در درون این موجود است و ما این را میتوانیم یگام کینوهای فیلم های خارجی را توسط تلفن را در تلفن مانده در درون این گذاشته و این را باشد در همین چشمانمون گذاشته تماشا میکنیم و با کدام طرف نظر کنیم در نظرمون که در درون همون کینو هستیم و این باشد همین یکمین اسبابی همین ساخته من می باشد و اینک باشد اسباب دومی من باشد همین شاتکای الکتریکی یعنی دندان شوک ما با توسط این می توانیم همین دندان های خودمون را همین بشویم و این گیریان کرده و این چرخ میزنن و ما می توانیم یعنی دندان های خود را تازه کنیم. مقصد من باشد در آینده یعنی همین دندان شوک الکتریکی را با ترین با توسط همین ذریعه با شما یعنی پیشنهاد کنم. شاتکای الکتریکی شما پیشنهاد کردید
агар вай мисол даври чарх занад, дар ин маврид хамираи дандоншӯй ба ҳама тараф паҳн шуда меравад. аз ин сабаб муҳаррике ки дар шумо гузоштед дар дастаи мисол шотка гузошта шаваду мисол бо ягон китфи бо ягон кит бо ягон найча мисол рафта мисол шоткара худша вибратсия диҳад. муваффақият.